و سیومین سوالی من همین بود. آخرین سوال است دوملو جان. وقتی که در منطقه‌ای که من قرار دارم در روسیه، بسیار برادران جوانی ما مقصد که زنهای روس رو به زنی میگیرند و بسیار مقصد که ملاها اجازت میدهند که وقتی که نصرانی هم باشد زن، وقتی که بر دین خود ایمان داشته باشد، بر کتاب خود ایمان داشته باشد، بر مرده و زنده شدن باوری داشته باشد، بر روز قیامت باوری داشته باشد، بر دوزخ و بهشت وقتی باوری داشته باشد، از این خیل شخصان مسلمان میتواند که زن کند. و بسیار برادران رو من شخصا خودم میدونم زنهای روس گرفتند که نکاح کردند و مقصد که زندگی اکثریت بسیار طول دوام نمیکند، یعنی بعد جدا میشوند و وقتی که فرزند از اینها فرزند میماند، در روسیه همین خیلی زکان است که بعدی جدا شدن فرزند با زن میماند و در تربیه زن میماند. وقتی این فرزند پدر مسلمان و زن نصرانی میباشد، در تربیه او میماند و بسیار زنها حتی اجازت نمیدهند بعدن که فرزندش رو این پدر بیند و یا در تربیه خود گیرد. همین طور این گویم که این کودک چی میشود و پدر چی صحبتی الهیده کرده بودیم یا در یک نواری الهیده کرده فرووردن آنهایی که زنی روس میگیرند و بعد فرزنددار میشن، مشکلی های همین. برای همین بله الله تعالی در قرآن کریم زنهای یهود و زنهای نصرانی را اگر محسن باشند، به شرطی که محسن از زنا پاک باشند، الله تعالی اجازت داد برای مسلمانان. ولی نه فقط زنهای نصرانی یهودی محسن، بلکه مسلمانهای روس به همین نکاح نگیرید خوب است. حتی مسلماناشون هم از روی چین، از روی شریعت حلال است نصرانی یهود، لیکن عادت ما از اینها فرق میکنه. برادر عزیز کوشش کنید زنهای تاجیک گیرید. زنهای تاجیک بسیار است، بیوه زنها بسیار است، دخترها هم زیاد است. از مردم تاجیک خانه‌دار شد بسیار اطاعتکار. من از خلاصه از تجربه میگم بسیار برادرها زنی روس گرفتن. زنی روسی به عقیده نقابدار یک کارا میکند، یعنی غلام کرده از بیچاره تاجیکه. یعنی منتالیتی ما با آنها تغییر نمیگیرد. بله شریعت اجازه داده است، لیکن اینش بهتر است. لیکن میتونه اگر شما قدرت داشته باشید، سیاست داشته باشید، قوتتون بلند باشد، مرحمت گیرید. چقدر روس ها را گیرید، مثال مادامی که نصرانی یا یهود است و مادامی که زناکار نیست گیرید. لیکن نه اینکه شما در زیر وی فرمانبردار باشید و دیگر شب و روز در خدمت وی باشید. یعنی این جهتاش هم گیرید. بعد وقتی که فرزنددار میشید، فرزنداتون تربیهش میگذارند و گپی شما نمیگیرد. علل خصوص وقتی که یهود یا نصرانی هست گپی شما نمیگیرد. میبینید که این نسب دانستگی خودش میکند، جنگ و جنجال میشه، عائله دور دوام نمیکند، مشکلات زیاد است برادر. اگر تانید مرحبا، نتانید بهتر از زنی تاجیک گیرید.